خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. این دفعه اومدیم با یه ویدیوی جدید که تا الان گوش نداریم، یعنی یه خواننده جدید از تاجیکستان به اسم خانم خجسته عزیزم. خیلی معروفه، خیلی هم میشناسنش و خیلی هم پیشنهاد شده ازش، ولی یکی از دوستان برامون نوشته بود که من آریاییم. خیلی جالب بود برام، گفتم ببینیم که من آریاییم سرود خیلی خفنی میتونه باشه، چون ما هم آریاییمو خیلی دوست داریم بریم ببینیم که خانم خجسته اولا که چطوریه، فقط ببینیم این آهنگ چطوریه. قبل از اینکه بریم ویدیو ببینیم بچه‌ها حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ما 50 نفر دیگه 50 نفر اینو ما 50 نفر دیگه می‌خوایم تا خانواده‌مون بشه 1000 تایی و بتونیم بهتر و بیشتر کنار شما باشیم. خیلی خوشحال میشیم که اگر این ویدیو رو دوست داشته باشید کانال ما رو سابسکرایب کنید. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. Let's go. اول ویدیو آره این خانم خجسته است. بعد اول ویدیو ببین چه عکسی پشت سرشه. اسماعیل ساسانی باید باشه، چون اسماعیل ساسانی خیلی از تاجیکا دوستش دارم و اونجا انگار حکومت میکرده، خیلی خفنه. حالا باز خیلی دوست دارم راجع به همچین چیزایی بیشتر بدونیم، ولی خب اون توی زمانهای بعدن راجع به تاریخ بین ایران و تاجیکستان. ولی خب این قرارداد ترکمنچای خیلی قرارداد بدی بود، حالا بعداً راجع بهش صحبت میکنم. چه گروشه، اصلا آهنگش هم حماسیه، حماسی شروع کرده و دودودو دودودو. اوه ابو علی سینا و این همه آدم خفن. این هم چیزه اون پشت میبینی؟ آره. اون مناطقیه که ساسانیان اون موقع حکومت میکردن که ایران و تاجیکستان و حتی ازبکستان هم جزئی از اونجا بوده و اینجا هم که فربهره. آره. خیلی بک‌گراند خفنی داره. موهایی داره خانم خجسته. آره عاشق این اسماعیل ساسانی. چقدر جالبه قیافش. من خود ولوم بدم. موهای بدنم سیخ شد. واه به از نسل آفتاب تمام شد. از نسل آفتاب. واقعا ایشون کی بود اون عکسه؟ از شهد ماهتاب به از اوج قله‌های سرافراز. موهام سیخ شد. چه صداش قشنگه، صداش خیلی خوبه. آره یه خورده بمه. خیلی جالبه. خورشید نورا در چار سوی سینه من جان میزند، جان میزند. این دریای خزر کدونیه. خب حالا اون یه تیکه‌ای که مشکیه اینجا مال دوره ساسانیان نبوده، مثلا میشه آذربایجان غربی و کردستان و اینا که نبوده جزئی از حکومت ساسانیان، ولی خب هخامنشیان همه اینا رو در بر داشته. به سیخ سیخ سیخ. صدای بارونه. درود بر واقعا آریایی های کل دنیا. آریایی ها به نظرم خیلی ها حسرت اینو دارن که آریایی باشن، مخصوصا آلمان. الان که آلمانی ها میگن ما آریایی از نسل آریایی ها هستیم، ولی خب مال این حرفا نیستن. ولی خب بهشون میخوره یه خورده، چون یه خورده اگه دقت کنی بورن. خب مثلا لورا آریایی قیورن، میدونی قدیمی ان. لورای بختیاری که یه سری بور توشون هست.
این دوستانی که میان من زیاد نمیشناسمشون، چون فکر کنم که مثلا اسطوره ها و رهبرای چیز باشه. لباسش هم میگن حالت تاجیک باشه. سنتی طوره. آره همه یه لباسشون رنگی رنگی ازم خیلی باحالن. خاکی وجودی من انبوهی از غبار تمامی قرن‌هاست. خاک وجود من انبوهی از تمام غبار قرن‌هاست. کس گیرد بادی حادثه ها جان گرفته است. چقدر میدونی خیلی تمیز میخونه. آره دقیقاً. برخی نگاه من آینه مهران از چشمه های صاف و صفا بخش کنده. میدونی چیه؟ من داشتم به این فکر میکردم بزرگترین دشمن ما ایرانی ها، پارس زبان ها هیچ چیزی نیست، هیچ کشوری نیست جز روسیه. چرا؟ روسیه از اون اول و همین الان هم بزرگترین دشمن ایرانی است. البته اعراب درسته، اعراب خیلی دشمنای بزرگتری هم، ولی خب روسیه خیلی اذیت کرد. همین روسیه شوروی سابق باعث شد که ایران و تاجیکستان از هم جدا بشن و ازبکستان هم جدا بشه، حالا هر جای دیگه. اون قرارداد ترکمنچای خیلی جاها رو از ایران جدا کرد و ایران و تاجیکستان رو از هم پاشوند. نه اینکه پاشوند، جدا کرد از هم. What the fuck؟ آها چی شد؟ اینترنت متاسفانه توی ایران اینترنت خیلی خراب است دوستان. خراب چیه با افتضاحه. کامان بیا گو 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 گو. چرا نمیاد؟ هوا خیلی خرابه. آره بچه ببخشید، عذرخواهی میکنم. آره داشتم میگفتم ببین همین که من اومدم حرف بزنم بعد این کارو میگردی. ولی خانم خجسته رو من دوست دارم. عشق و زندگیست، من دشمنم با هرچی غلامی و بندگی. آفرین. من آریاییم. به به، میگه من دشمنم با هرچی غلامی و بندگیست، من آریاییم. واقعا چقدر خفن بودیم ما، چقدر تاریخ خفنی داریم. از کوروش بزرگ بگیر، این همه کارهای خوب کردن. تاریخ داریم. هیچ کشوری اندازه کشور ما، هیچ قومی اندازه قوم پارس ها اصلا انقدر خوب نبودن. تازه تو دوره قدیم که این همه جنگ و خونریزی و فلان بوده اینجوری نبودن. ببخشید من زیاد حرف میزنم ولی خب نکته ها رو باید بگم. مثلا کوروش مثلا میرفته یه جا جنگ میکرده، دیدی مثلا عربا و یا حالا تمام، حتی تو اون فیلم وایکینگ ها من دیده باشی میرن مثلا زنا رو میگیرن فلان میکنن. اصلا این کارا رو نمیکردن دوره ایرانی ها. کوروش مثلا بهش میگفتن بیا این فلان کن، میگه من نمیخوام این کارو بکنم. این خودش بالاخره اون عزیز اون کشورشونه، حالا هر چیزی که باشه. میدونی از چیشون خوشم میاد؟ این که عمل و مل و اینا سرش که اصلا عمل اینا نمی کنم. ببین تو خیلی تمیز خوب خودشه. زیباست. چی؟ موهاش خیلی قشنگه. دقیقا. این موزیک خیلی آرامش بخشه واقعا. خاکی وجودی من انبوهی از غبار تمامی قرن‌هاست. فربهره چی ابهتی داره اصلا، خب چقدر خفنه. کس گیرد بادی حادثه ها جان گرفته است. برخی نگاه من خیلی ریلکس تمیز میخونه. باید بریم مثلا بشینی توی کنسرتش آروم عشق کنی. آینه مهران از
بهای صاف و صفا بخش خونده. باز من خیلی جالبه برام یه سری جاهایی که حتی از یه سری کشورهای دیگه هم هست، از ترکمنستان هم هست توش. خیلی قلمروی بزرگی داشته. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگی است. چقدر قشنگ این شعر. عشق و زندگی، عشق و زندگی. نگاه کن، ارمنستان نیست، بخشی از ایران نیست، آذربایجان نیست، این دریای خزره، شمال هم بوده جزش عزیزم، خونه شما عزیزم بچه شماله، نزدیک دریای خزر، اون خط دریا. دشمنم با هرچی غلامی و بندگی، من آریاییم. درود بر تو خانم خجسته، واقعا بهت میخوره. I love you. عزیزم دوستت داره. خوشت بله اینم از من آریاییم خانم خجسته. خیلی خفن بود به نظر من، خیلی حماسی و خیلی خفن بود. چقدر تاجیکستانی و آهنگای حماسی دارن. ایران هم داره. اتفاقا یه ویدیو دیدم بچه، اونو حتما براتون میذارم. اون چیز بود عزیزم، ایرانی و افغانستانی و تاجیکستانی با هم اجرا کردن یه شعری از مولانا. آره خیلی خفنه. اونو حتما براتون ویدیوشو میذارم توی چند روز آینده. حتما اون ویدیو هم منتظر باشید میاد و با هم ببینیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید. 50 نفر دیگه مونده که خانواده‌مون بشه 1000 تایی و ممنون میشم که حمایت میکنید و دست دوستی ما دست بزن دارید. دست بزن. نه بابا خیلی بچهای خوبی هم، بچهای تاجیک عالی هم. من عاشقتونم. یعنی به محض اینکه بتونم از این کشور خارج شم حتما میام اونجا یه سفر میام میبینم و خیلی دوست داریم ببینیم، چون همه چیش بوی ایران میده. یه ویدیو دیده بودم میگفت مثلا اگه بیای تو بخارا انگار اومدی توی کوچه پس کوچه های ایران. خیلی خفنه. امیدوارم که یه روزی برسه ما بیایم اونجا. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.